سلام، اینجا روزهای بنفشه، جایی برای روایت هایی که کمتر شنیده شدن. من کسی هستم که چند سالیه کنار یک بیمار صرعی زندگی میکنه. میخوام روایتگر لحظه هایی باشم که خیلی ها تجربهش میکنن ولی شاید کمتر کسی راجع بهشون صحبت بکنه. اگه این ویدیو رو میبینی احتمالاً تو هم توی زندگیت با تجربه هایی روبرو شدی که خیلی ها نمیفهمن. تجربه‌ای که گاهی آدم از گفتنش خجالت میکشه یا نمیدونه باید به کی بگه. من نمیخوام اینجا از سختی‌های در کنار یک بیمار صرعی بودن صحبت کنم و فضای غم‌آلودی بسازم. میخوام از زندگی حرف بزنم، از چیزایی که واقعی‌ان، از شادی‌ها تا دردهایی که کسی راجبشون حرفی نمیزنه. مثلا یادم اولین باری که حمله دیدم حس میکردم زمان وایساده. نمیدونستم باید چیکار کنم. خیلی ترسیده بودم. ولی بعد از سالها یاد گرفتم که خیلی چیزها فقط نیاز به آگاهی و آرامش دارن. وقتی میدونی باید چطور رفتار کنی، اون موقع است که ترس جاشو میده به قدرت. اینجا توی روزای بنفش میخوام درباره همین چیزا صحبت کنم. قصه های واقعی، تجربه های شخصی، نکات کاربردی و مهمتر از همه حمایت. این کانال برای همه خانواده ها و همراهان و حتی خود بیماران صرعی ساخته شده. اگه تو هم توی این مسیر هستی یا فقط میخوای بیشتر بدونی، خوشحال میشم اینجا کنار هم باشیم. به روزهای بنفش خوش اومدی.